بچه خوش اومدید به ویدیو. من روبین هستم و اینجا هم چنل SLD. ما توی این ویدیو قراره که بدون سافوکس خیلی کوچولو درست کنیم. من چند روز پیش توی چند ویدیو بعد یه سافوکس درست کردم که همینجا توی تصویر هست که برای خیلی خوبه و فکر کردم گفتم حالا کسی نگه سافوکس خیلی کوچولو درست کنیم. پس خواستم اول نمی‌کنم که توی که نیاز داریم برای ساخت سافوکسمون، سافوکس کوچولومون، خب یه دونه این مقواست سفید من انتخاب کردم. شما میتونید مشی هم انتخاب کنید. من گفتم حالا سفید برای دکوری قشنگ‌تره، سفید انتخاب کردم. از این برش استفاده می‌کنیم. بعدی که نیاز داریم یکم کاغذ روغنیه و بعدی که نیاز داریم هم برای چیزش یکم فویل آلومینیومی و اینو می‌ذاریم کنار. و قطعاتی که برای نور پردازش نیاز داریم، من از این LED 12 ولت استفاده کردم. شما میتونید از اون LED های کوچیک 3 ولت هم استفاده کنید. اگر از این 12 ولت استفاده کنید باید آداپتور بهش بزنید و دقت داشته باشید این 12 ولت رو باید دقیقاً از روی این خطایی که اینجا هست دور به فوکوس کنه. دقیقاً از روی این خطایی که اینجا هست باید دقیقاً از روی اینا ببرید، از اینجا نباید ببرید. و اگه یه دونه میخواد باید دقیقاً از اینجا با سینچین چیزی یکم فشار بدید خودش میبره. حالا این نیاز نداریم و همین یه دونه نیاز داریم و یک مقدارم سیم و بریم سراغ ساختش. خب اول باید این کاغذ این مقوام رو به یه سری اندازه ها ببریم. حالا من بهتونم میگم اندازه شو. من 4 تا رو به این ته در آوردم و شکل سافوکس من تمام درست شده و اینا باید اینجوری بچسبونیم به هم. حالا قبل از اینکه اینا رو بچسبونیم باید روی اینا یکم چسب چوب بریزیم. حالا اگه داشتید چسب رازی هم بریزید. من چسب چوب داشتم، چسب چوب ریختم روش و مقدار فول که گفتم رو میارید و اینجوری میذارید روش قشنگ. مثلا دقت داشته باشید باید فویلتون قشنگ اینجوری چجوری تا خورده باشه و صاف نباشه تا انعکاس نورش بیشتر بشه. اینو میذارید روش و اضافه‌اش رو میذارید. این از این 4 تا و این 4 تا هم آماده است. حالا باید با چسب حرارتی اینا رو اینجوری بچسبونیم به هم دیگه. خب دوستان شما در این قسمت روی میز چسب‌داری من هستید و همونطوری گفتم اینجا رو باید چسب بزنیم به هم دیگه. خب دوستان من اینو چسبوندم. الان این سافوکسش رو شما درست کردیم و بدنش در حال حاضر همراه با فویلش و تا اینجا کار فرمی شده. حالا باید بریم سراغ چراغش که یه دونه LED هم دیگه گفتم من 12 ولت استفاده کنم. شما می‌تونید از یه دونه LED 3 ولت هم استفاده کنید. 3 ولتی دوستان و حالا LED اونم لعیم زدیم. بریم حالا دوباره اون برای میز برگردید به اینجا. بعد سافوکس اونو میاریم. این سیما رو از این تهش اینجوری باید رد کنیم و باید وقتی که شده بچسبونیم به اینجا. جای LED هم کامله و کار بعدی که باید انجام بدیم
قزلوانیه دقیقا این خب چه بزنیم اینو میاریم و میزنیم اینجا این از این سوفوکسمون تقریبا میتونم بگم آماده است و من حالا نمی‌سازم ولی شما اگه خواستی برید یه ماکبی هم برای تهیم ماکبی یه دونه ماکبی هم برای تهیم بسازی. حالا من یه دونه سطح میارم در حدی که فقط بزنم روش که توی کار دیگه نشه. خب دوستان این نشد از ست سوفوکس ما و الان تقریبا کل کاراش تموم شده و فقط الان مونده روشنش کنیم. این از و تموم ببینیم بزنیم بشیم چجوریه. اوه که روشن شد چه جالب. این از این دوستان این هم بود از این ویدیو و ساخت سافباکس کوچولومون هم تموم شد. منم چقدر عرق کردم تموم شد و یه سافباکس خیلی قشنگ و کوچولو و این هم بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت کامل برده باشید و تا یه ویدیو دیگه